مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. سال 1936 با محمد جان رحیمی 9 فوریه سال 36 سمرقند. شاعری بلند قابلیت رفیق رحیمی: من با تاجیک گاسکینا درباره به سیناریا گرداندن داخونده دگوار داشتم و موافق آن دگوار 3000 سوم به گردن تاجیکینا مانده است که باید سالی گذشته میداد. وقتی که من با تلگراف به واسطه سیوس طلب کردم سربخگلتری تاجیکینا ما دگوار را گم کرده ایم، هر وقت عینی نسخه آن را فرستاند پول میدهیم گفته است. بنابراین من کوفیه دگواری در دست خود داشتم را نتاریوس نسخه گرفته به این مکتوب به شما فرستادم. شما این نسخه را به سربخگلتری تاجیکینا سپرده از دست او خطی رسید گرفته به من فرستانید. هم به سربخگلتر سپرده شدن کوفیه دگوار را به مدیر تاجیکینا خبر دهید و طلب کنید که 3000 سوم باقی مانده را فوری و یک جایه به آدرس پایان با تلگراف پیرواد کنند. سمرقند، لنینسکی رایون، کوارتل قرغانچه، دام نمبر 10، صدرالدین عینی. لازم است که تاجیکینا در وقت پیرواد کردنش به من هم با تلگراف خبر دهد تا که پول در پاچت نخوابد و من در وقتش خبردار شده گیرم. از بس که امارت هنوز تمام نشده است و از سمیت خیلی برزیاد پول خرج شد و حالا در دستم پول نماند، اگر این پول به زودی نآید امارت در زیر بارانهای بهاری میماند. به سلام رفیقانه عینی. به همه یار و دوستان سلام. عینی. اگر بی‌ملال باشد نتیجه کوشش هاتان را به من با مکتوب خبر دهید. عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند.
به شنبه‌زاده نکرد، رفیق شنبه‌زاده نکرد. موافق خواهش شما و سپارش نشریات مجموعه شعرهای شما را تحلیل کردم. چنان که به شما زبانی گفته بودم، قابلیت شعری شما و خیالهای خوبتان خیلی بلند است، اما باید این را هم گویم که تجربهتان کمتر است. بنابراین من به شما توصیه می نمایم که به جای بسیار نوشتن شعر در بالایش بسیارتر کار کنید. من حالا نمیدانم که شما در نوشتن مثلا 10 مصرع چقدر وقت صرف کردید، لیکن من در تحریر هر 10 مصرع شما یک شب را صرف نمودم. من مجبور شدم که در بعضی جا بعضی مصرع‌های شما را تماما پرتافته به جای آن مصرع دیگر نویسم. البته این برای آن نیست که یک شعر خوبتر به نام شما چاپ شده برآید، بلکه برای آن است که به شما سرمشق شود. اگر من این کار را در حضور شما می کردم و سببهای تغییر دادن بعضی کلمه ها و تبدیل بعضی مصرع ها را به شما زبانی می گفتم، به شما زیادتر فایده می داد. اما این از جهت دوری مسافه میسر نشد. با وجود این بعضی قیدها را کرده همراه مجموعه‌تان برگرداندم که شاید دیده فایده بردار شوید. به فهم من شما مجموعه را بعد از نظر گذراندن به نشریات سپارید که با همان اصلاح‌های من چاپ کنند و در آینده هر شعر را پیش کار کرده بعد از اصلاح شدن به مطبوعات دهید. به سلام رفیقانه، عینی. به شخص نامعلوم، سال 1936 17 می، استالین آباد. من با صمیمیت قلبی یوبیلیی 30 ساله فعالیت ادبی شما، نویسنده پراقتدار کامل استعداد را تبریک می نمایم. شما از جمله خوشبختان هستید که بعد از کشیدن عذاب و شکنجه های زمان جاری، زمان مسعود آزادی حقیقی ملی را دیدید و یکی از سرایندگان با تلنت این دوره مسعود گردیدید. امیدوارم که با سالهای بسیار بر حیات مانده تجربه های ادبی خود را به جوانان خوشبخت سازندگان ساختمان سوسیالیستی گذرانید. هرچند من به سبب مساعدت نکردن احوال صحیم شخصاً به جشن شما اشتراک کرده نتوانستم، اما قلباً به این شادمانی مهنتکشان چویشستان همراهم. رخصت دهید که غایبانه هم باشد دست شما را با صمیمیت فشارم و به مناسبت یوبیله شما به مهنتکشان خوشبخت و شادمان چویشستان سلام آتشین رسانم. دوست غایبانه شما، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللایف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت